تاجیک سوخورتا شرکت تاجیکی را در آن گونه کار می‌داند که از بستن شرطنامه سرپیچی می‌کند و مبلغ سوخورتای حتمی را نمی‌پردازد. امید داشتیم که رهبری نوی تاجیگر دستگیری میکنن، یعنی که عهده‌داری خودشون رو اجرا کنن، دستگیری نکنن. عهده‌داری خودشون رو در نزد حکومت دولت باید اجرا کنن. یعنی که شهروندانی که با شرکت تاجیگر با هواپیمای تاجیگر پرواز میکنن دانند که سوخورتا شدگی نیستن. علاءالدین ستاری رئیس شرکت تاجیک سوخورتا میگوید سال 2015 حکومت تاجیکستان 25 میلیون سومانی قرض تاجیک ای را به سبب وضع نااستوارش از اعتبار ساقط کرد. بعد از این هم این شرکت باز یک سومانی مبلغ پرداخت نکرده است. به گفته او قرض 3 ساله تاجیک ایر نیز به 20-25 میلیون سومانی رسیده است. در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره سوخورتای حتمی دولتی آمده است. سوخورتای حتمی دولتی حیات، سلامتی و مال ملک شهروندان طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان تنها از جانب تشکیلات‌های سوخورتوی دولتی عملی کرده می شود. حق سوخورتوی در چنین حالت از حساب بودجه دولتی پرداخت کرده می شود. بر اساس قرار جمهوری تاجیکستان از 4 فوریه سال 1999 درباره سوخورتای حتمی دولتی مسافران نقلیات اتومبیلی، آبی، هوایی و راه آهن 2% از ارزش پول سفر به مبلغ سوخورتوی 300 کرته مزد حداقل مهنت پرداخت می شود. مسئولان شرکت تاجیک ایر گفتند که بیمه کارخانه دولتی تاجیک سوخورتا اعتبار بین المللی ندارد. با گفته مسئولان تاجیک ایر در صورت مطابق شدن فعالیت تاجیک سوخورتا آنها آمادند مسافران و هواپیماهای خود را در این شرکت سوخورتا کنند. با ما پلیس نمیدین. پلیس حجتی است که اثبات میکنه که مسافر یعنی که با سوخورتا فرا گرفته است. به خاطر که پلیس نمیدین و تشکیلات‌های بین الخلقی اعتراف نمیکنن بارون مراجعت کردیم با تاجیک سوخورتا که با طلبات‌های بین المللی مطابق کنید فعالیتتون رو این پلیس شما رو اعتراف کنن ما با شما هواپیمای خود رو و مسافران و شخصی سوم و شما وای میکنیم با سوخورتا فرا میگیریم. از حسابی که با طلبات موافق نیست ما مجبور میشیم با دیگر شرکت‌های سوخورتوی خصوص با شرکت آریان اینشورنس ما سال گذشته شرطنامه داشتیم هواپیمامون مسافرامون و شخص سوم با سوخورتا فرا گرفتیم و مبلغش پرداخت کردیم. علاءالدین ستاری رئیس شرکت تاجیک سوخورتا در نشست خبری 6 فوریه سخنان مسئولان شرکت هواپیمایی تاجیک ایر را در مورد اعتبار بین المللی بیمه شرکت به پایه خواند. معلوماتی که اراده‌ای که باید تاجیک ایر میگیره تماما نادرست است. این خیلی شرکت‌های خصوصی یا که شرکت‌های خارجی بین المللی همگی در مقیاس جهان همگی 10 یا 10 تا 20 شرکت‌های کلانترین هستند که قربی در تمام جهان کار دارند، یعنی نمایندگی دارند. همگی 10 شرکت است یا که 15 شرکت است ما میدونیم از روی معلومات ما. دیگر شرکت‌هایی که در قزاقستان، فدراسیون روسیه، دولت‌های همسایه ما در حدود ما و یا کار ندارند. با گفته علاءالدین ستاری در تاجیکستان بجز از 2 شرکت بیمه دولتی 16 شرکت خصوصی بیمه فعالیت میکنند. از این تعداد 4 شرکت بزرگ با شمول تاجیک سوخورتا با هم در رقابتند که غیر سالم بودن آنها به وضع شرکت دولتی تاثیر رسانده است. حتی بازارهای ما را هم گرفته ایستادند. لیکن همگی حق گزاری این شرکت خصوصی ما در مقیاس جمهوری همگی 20% هم نیست، 18%، از ما 82%. بر اساس آمار تاجیک سوخورتا سال 2016 از حساب همه نمود سوخورتا 60 میلیون و 380 هزار سومانی وارد شده است. با 16253 شخص حقوقی و واقعی به مبلغ 15 میلیون و 99 هزار سومانی جبران پرداخت شده است. با گفته رهبر کارخانه تاجیک سوخورتا نقشه های پیش بینی شده این نهاد در سال 2016 به نتیجه های نظررس جنبست گردیده حصه تاجیک سوخورتا در بازار سوخورتای تاجیکستان عاید به واردات سوخورتوی 48.7% را تشکیل داده است.